السلام علیکم بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه تلویزیونی پیغام منظور شماست. سانه 14 ایولی سال روان در طور کلان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن مجلس فعالان اوید به تحلیل و بررسی نتیجه های رشد اجتماعی اقتصادی شهر پنجکن در نیم سال یکم سال روان و نقشه وظیفه های من بعد برگزار شد. در مجلس وسیع فعالان شهر پنجکن که 14 ایولی سال روان برگزار گردید، اساساً یک مسئله جنبست نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکن در نیم سال یکم سال 2025 و نقشه وظیفه ها برای نیم سال دوم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. مجلس فعالان را رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده حسن آغاز بخشید و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوق سلطانزاده تاجبای را به شهر پنجکن خیر مقدم گفت. از روی مسئله اساسی روزنامه مجلس فعالان معاون رئیس شهر پنجکن ارکین خوشبخت‌زاده معروضه مفصل کرد. او ضمن معروضه خیش مخصوص تاکید کرد که مجلس فعالان اوید به جنبست نیم سال یکم سال روان تحت تأثیرات عمیق از بازدید نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شهر باستانی پنجکن برگزار می شود و ما از این بازدید خیلی افتخارمند می باشیم. در معروضه تاکید گردید که در نیم ساله اول سال 2025 با اشتراک بیواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به طور مستقیم و آنلاین 26 انشاءات گوناگون در شهر و دیهات پنجکن مورد استفاده قرار گرفته برای در مهلت‌های نزدیک به استفاده سپردن باز 14 انشاءات از روی نقشه 40 انشاءات تدبیرها اندیشیده می شود. تاکید شد که بودجه شهر پنجکن در نیم ساله اول سال روان با اندازه 94.2% اجرا گردیده. یکی از نشاندادهایی که واقعا هم امروز نگران کننده می باشد اجرا نشدن نقشه کشتی کارتوشکا که همگی 50.3% را تشکیل داد. همزمان در معروضه جهت از استفاده نیروی برق، باقی ماندن قرض تشکیلات و کارخانه ها، اهالی و دیگر مسئله ها نیز بررسی گردید. تاکید شد که در نیم ساله اول سال روان اجرای کارهای ساختمانی در شهر پنجکن 34.4 میلیون سومانی زیاد است و دهها انشاءات نو در عرصه ساختمان و مورد استفاده قرار دارند. در بخش اجتماعی اطلاع داده شد که عین زمان در شهر و دیهات پنجکن 138 مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت نموده 72,000 خوانندگان به تعلیم و تدریس فرا گرفته شدند. شماره مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی 20 عدد را تشکیل می دهد و در آنها 3870 نفر کودکان تربیت می نمایند. در شهر پنجکن عین زمان برای باز هم بهتر نمودن کارهای آبادانی و سازندگی تدبیرها با مرام پیش می رود. نوبسته از امکانیت های موجوده عین زمان در شهر پنجکن 7 مؤسسه ساحه معارف صدموی می باشد که باید برای ساختمان آنها و همزمان در همه دیهه های جماعت های دیهات ادامه دادن ساختمان مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی در مد اول قرار گرفت. در معروضه اطلاع داده شد که عین زمان در قلمرو شهر و دیهات پنجکن 163,000 زنان و دختران کار و زندگی نموده 85 نفر بانوان در وظیفه های راهبری فعالیت می نمایند. شماره جوانان در قلمرو شهر و دیهات پنجکن 106,000 نفر را تشکیل داده عین زمان در
شهر پنجکین 26 شرکت‌های سیاحی شروع اوید به رشد سیاحی و دیگر ساختارها فعالیت نموده. در نیم ساله اولی سال روان شماره سیاحان نسبت به همین دوره سال گذشته 27,000 نفر زیاد گردیده است. مورد ذکر است که در نیم ساله یکم سال روان وابسته به 1424 مراجعت‌های خطی و شفاهی مردم که با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین وارد شده بود تدبیرها اندیشیده شدند. از طرف رئیس شهر 352 نفر شهروندان مورد قبول قرار گرفته درخواست مراجعت‌های آنها در اساس قانون‌های عمل کننده بررسی گردیدند. در نیم ساله اول سال روان در شهر پنجکین 267 جنایت به قید گرفته شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 5 جنایت زیاد می باشد. مردم شریف شهر و دیهات پنجکین با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 984 انشاءات جشنی را به نقشه گرفته. عین زمان 707 انشاءات جشنی مورد استفاده قرار گرفت که این به اندازه 77% نقشه به شمار می رود. در مجلس فعالان با پیشنهاد رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده اساساً ساحه کشاورزی به طور خیلی جدی و آشکارا مورد بررسی قرار گرفت. رئیس شهر از رهبریت ریاست کشاورزی، معاون سرپرست و دیگر مسئولین قاطعانه طلب کرد که برای سری وقت اجرا نکردن کشت کارتوشکا و دیگر نمود پالیزی ها و سبزوات که سال روان واقعا هم تشویش آور بود تدبیرهای مشخص اندیشیده سببهای آن را در گزارش‌های تحلیلی بر رئیس شهر پیشنهاد نمایند. رئیس شهر بار دیگر درباره از استفاده بیرون نمودن ده‌ها گکتار زمین‌هایی که به معلوماتنامه آماری وارد نشده است اندیشه‌های خویش را بیان کرد و تاکید نمود که باید این مسئله ها جدی مورد تحلیل قرار گیرند. در مجلس فعالان رئیس شهر از سرداران ریاست امور، کشاورزی، کمیته اداره زمین، ناظرات انداز، ساحه پیله‌پروری، بخش حفظ محیط زیست، اداره بهداشت زمین و آبیاری، سرداران اساسیه‌های استفاده برندگان آب پالیزی، مرکز بخطری آذوقه‌واری، اداره نهالپروری، پایگاه نوسنجی، پایگاه تخم‌سنجی، از جمله خواجگی‌های مخصوص گردانده شده تخم پروری غیلانیان و شمس‌الدین نظرов، ساختمان کودکستان‌ها در دهات، صفت تخم وارداتی و دیگر مسئله ها را به طور جدی پرسان گردید. در مجلس فعالان راهبران تمام ساحه‌ها از جمله در نزد معاونان رئیس شهر سرپرستان ساحه‌های گوناگون جهت اصلاح کمبودی‌های در نیم ساله یکم سال روان با عمل آمده دستور سپارش‌های مشخص داده شد. در مجلس فعالان شهر پنجکین نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوق سلطانزاده تاجبای ضمن سخنرانی خویش نخست به راهبریت مردم شهر باستانی پنجکین و فعالان برای استقبال سزاوار پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سنه 11 ایول سال روان صورت گرفت از نام رئیس ولایت سوق، معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده سپاس بی‌پایان بیان کرد و ضمن سخنرانی خویش بار دیگر اطلاع داد که ما باید در سطح ولایت از جمله شهر پنجکین فعالیت خویش را منبعد در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت
ضمن سفری کاری به ولایت سوخت از جمله شهر باستانی پنجکین و سخنرانی و وظیفه گذاری ها ضمن ملاقات با هیئت رهبری و فعالان شهر در مد اول گذاشته همه آن سفارش ها را سری وقت اجرا نماییم. در خاتمه مجلس فعالان شهر پنجکین رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده نخست و رئیس ولایت سوخت معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده برای مساعدت جهت در سطح بلند تشکیلی استقبال نمودن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به شهر و دیهات پنجکین بیان کرد و اظهار داشت که ما در زمینه دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که ضمن بازدید نوبتی در شهر و دیهات پنجکین و ملاقات آشکارا و خیلی صمیمانه با رهبریت و فعالان شهر پنجکین دایر نمودند تمام جهد و تلاش ها و نقشه های خویش را در این سمت روانه ساخته دوام نیم ساله دومی سال روان همه هدایت های سازنده پیشوای معظم ملت را بر زیاد اجرا می نماییم. رئیس شهر همزمان درباره بعضی کمبودی و نقصان هایی که از جانب راهبران واحدهای ساختاری، رئیسان جماعت‌های دیهات، محله‌های شهر و دیگر مسئولین آشکار گردید اندیشه‌های خویش را بیان کرد. تاکید نمود که آنها باید در مدت خیلی کوتاه این کمبودی و نقصان‌ها را سری وقت برطرف نمایند. همزمان رئیس شهر تاکید ساخت که ما باید تا آخر سال روان همه انشاءات جشن را پرره بنیاد و مورد استفاده قرار داده برای ساحه رشد صنعت، کشاورزی، زرگری، طلاشویی تشکیل 10 نقطه آش پلو در گوشه و کنار پنجکین باستان، بنیاد زواد خش و کودکستان در جماعت دیهات خرمی، هرچه زودتر مورد استفاده قرار دادن دو انشاءات جشنی، گلگشت به نام ابوالقاسم فردوسی، دروازه غربی شهر و دیگر تدبیرهایی که برای رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکین خیلی مهم است تدبیرهای ضروری اندیشیم و بار دیگر جهت احترام، اعتقاد و اندیشه های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که مردم پنجکین را مخصوص مردم صاحب معرفت پنجکین ارزیابی کردند تمام جهد و تلاش های خویش را برای اجرای سفارش های معین شده و نقشه های آبادانی و سازندگی روانه نموده جهت اجرای وظیفه گذاری های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده از همه امکانات های موجوده استفاده نماییم و جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه های ارزنده استقبال خواهیم کرد. گزارش عباس همراهزاده، خیام جورایف و طلبشاه توشف. در زمینه دستور و سفارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و وظیفه گذاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید کاری در دهه باغچه جماعت دهاتی شنک با رفت کارهای آبادانی و سازندگی شناس گردیده 2 نفر سابقه‌دار مهنت در جماعت دهاتی لایق شیرالی را مورد عیادت قرار داد. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که ضمن سفر کاری خویش به شهر باستانی پنجکین با رهبریت و دیگر مسئولین داده بودند و همزمان هدایت‌های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مسئله وسعت کارهای آبادانی و سازندگی را تحت نظارت همروزه خویش
قرار داد. در این روند رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از دهه باغچه جماعت دهاتی شینگ بازدید نوبتی کاری انجام داد. در جریان این بازدید رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده نخست با رفت بنیادی مسئله تحصیلات تا مکتبی شناس گردید. با رئیس شهر اطلاع دادند که کارهای اساسی در این انشاءات با انجام رسیده برای در مدت پیشبینی شده با آخر رساندن کارهای باقی مانده تمام جهد و تلاش‌های مسئولین روانه شده است. مورد ذکر است که در دهه باغچه جماعت دهات شینگ بنیاد بنگاه طبی نیز با موفقیت ادامه دارد. رئیس شهر به مسئولین دستور داد که برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی طبی به ساکنان این دهه باید بنگاه طبی باید طرح زیبا ساخته شده با تجهیزات معاصر زمانوی تامین کرده شود. برای ساکنان دهه باغچه جماعت دهات شینگ از دریای زرافشان خط آبی پولیزی پیوست می شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با این انشاءات شناس گردید. از مسئولین قاطعانه طلب کرد که باید خط آبی پولیزی مطابق لایحه مورد استفاده قرار گیرد و برای آبیاری زمین ها مشکلات پیش نآید. مورد ذکر است که در جریان سفر کاری خویش رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با ساکن دهه قماق سیفالدین مستانوف ملاقات نموده او را عیادت کرد. مورد ذکر است که سیفالدین مستانوف در سالهای نورسی با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آموزگاه کسب تکنیکی شهر سابق قرغانتپه با هم تحصیل کردند و تا به امروز از پیشوای ملت از این انسان به نیکی یاد میکند و افتخار دارد که همسبق پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. در جریان صحبت با سابقه‌دار سیفالدین مستانوف رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده باری دیگر اظهار داشت که ما همگان به نیروی سابقه‌داران تکیه میکنیم، زیرا آنها هدایتگران و مددگاران نسل جوان می باشند و با هدایت و دعای آنها ما می توانیم جامعه را به پیش بریم و به کارهای آبادانه و سازندگی نائل گردیم. در جریان سفر کاری رئیس شهر با دیگر انشاءات مهم نیز شناس گردیده توجه مردم را به وسعت کارهای آبادانه و سازندگی به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جلب ساخت. گزارش عباس همراساده و طلبشاه توشف. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با دیرکتور کلی کارخانه مشترک بروتک تاجیکستان ماینینگ اینوستمنت لیمیتد جوتینگ جونگ ملاقات انجام داد. ضمن ملاقات ذکر گردید که بعد تنفسی زیاد حال کارهای آمادگی برای به کار انداختن آن آغاز شده است. اینچنین مسائل مربوط به روند آمادگی این کارخانه مهم صنعتی کوهی مطرح گردید. همچنین گفته شد که کارخانه مذکور سال 2015 بعد بنیاد کارگاه استحصالی در حدود دهه رکناباد جماعت دهاتی وورو با استخراج و کارکرد معدن قلعگی و میز در کون موضع مشیستان به کار شروع نموده بود و حالا برای از نو به کار انداختن آن تدبیرها اندیشیده می شود. در صحبت جانبها مسائل به کار آماده نمودن کارگاه استحصالی، تعمیر و تجدید راه، تأمینات با برق، آب، جدا نمودن زمین برای بنیاد کارگاه نو کارکرد در حدود آن و دیگر مسائل آمادگی با آغاز فعالیت استحصالی کارخانه مطرح کرده شد. تاکید گردید که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در همکاری با رهبریت کارخانه و مقامات صاحبه جمهوری برای هرچه زودتر به کار انداختن کارخانه مساعدت می‌نماید. ادامه برنامه فعالیت کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان دوام نیم ساله اول سال 2025 در جلسه اعضای کمیته جنبست گردیده نقشه وظیفه‌های من بعد معین شده.
در جلسه نوبتی ریاستی کمیته اتفاق کسبه‌ای کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان فعالیت کمیته از روی نتیجه های جنبست نیم ساله اول سال 2025 نقشه وظیفه های من بعد و پیشنهاد ماموریت پیرامون رعایت طلبات قانون های انتظام مهنت تحلیل و بررسی گردید. رئیس کمیته اتفاق کسبه فتحالله رستمов درباره جنبست فعالیت از روی نشاندادهای 6 ماه سال روان، گسترش همکاری ثمره‌بخش با ماموریت، مساعدت در رشد استحصالات صنعتی، اجرای مراجعت و درخواست کارگران، پیشگیری قانونشکنی‌های ساحوی، بلندبرداشتن معرفت حقوقی، حفظ منفعت‌های کارگران و نقشه‌ها برای نیم ساله دوم گزارشی مفصل داد. تاکید شد که دوام نیم ساله سپری شده از طرف کمیته اتفاق کسبه همه مراجعت و درخواست‌های کارگران مطابق طلبات قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، شرطنامه کلکتیوی در مشورت و تفاهم با ماموریت کارخانه مورد عمل قرار گرفت. در این روند به 226 نفر متخصصان و کارگران کمک‌پولی‌های اجتماعی پیشنهاد گردیده 194 نفر کارگران با استراحت و طبابت فرا گرفته شدند. برای پیشگیری از حادثه‌های ناخوش در استحصالات، رعایت طلبات تکنیکی بی‌خطری، انتظام مهنت، ترغیب احترام گذاشتن به قاعده و ترتیبات داخلی کارخانه تدبیرهای سودمند عملی شدند. در مجلس پیشنهاد ماموریت کارخانه دایر و بلندبرداشتن مسئولیت کارگران و متخصصان جهت حفظ مالکیت، انتظام مهنت با مساعدت کمیته اتفاق کسبه بررسی گردید. از روی مسئله های روزنامه مجلس اعضای ریاست معین‌الدین صادقов، شیرعلی یوسفов، استمراد خالقov، حسن‌الدین صدیقov و دیگران ضمن سخنرانی‌های خویش فعالیت کمیته اتفاق کسبه را در نیم ساله اول سال روان با رهبری فتحالله رستمov ثمره‌بخش ارزیابی نموده همزمان اصرار داشتند که مسئله های تامین حقوق های قانونی کارگران، بهتر نمودن شرایط های کار و استراحت آنها، بلندبرداشتن مزد مهنت، دیگر امتیازهای اجتماعی باید در مشورت و تفاهم با ماموریت نوی کارخانه مشترک زرافشان مورد بررسی و حل نتیجه بخش قرار گیرد. در مجلس رئیس کمیته اتفاق کسبه فتحالله رستمov نقشه وظیفه های من بعد را مشخص و معین نموده بار دیگر تاکید کرد که رسالت اساسی ما حمایت حقوق های قانونی صنفی کارگر است. اعضای کمیته از روی مسئله های روزنامه مجلس سخنرانی مذاکره های بیان گردیده قرارها به تصویب رسانیدند. گزارش عباس همراهزاده و طلبشاه توشیف. بینندگان گرامی، در انتها باشد شما را با یک خبر اموری شناس میکنیم. متوجه باشید. مهمترین معلومات درباره هیئت اهالی تاجیکستان. با اطلاع آزیا پلوس تعداد سین و سال زبان و هیئت اتنیکی اهالی کشور در تصویر آزیا پلوس. چند روز پیش 11 ایون روز جهانی نفوذ یا خود اهالی بود. موضوع امسال فراهمسازی امکانیت به جوانان برای تأسیس عائله‌ها در جهان عادلانه و پر از امید عنوان داشت. آن دعوت می‌کند که جوانان با حقوق و ذخیره و امکانات جهت مستقلانه ساختن آینده خود تامین شوند. امروز در جهان از همه بیشتر جوانان زندگی می‌کند. در تاجیکستان جوانان سنی از 14 تا 30 ساله 2.8 میلیون نفر یا خود زیاده از 4.1 حصه اهالی و کودکان سنی تا 18 ساله تقریباً 40% اهالی کشور را تشکیل می‌دهند. طبق معلومات اگنتی آمار تا 1 ژانویه سال 2025 در کشور 10,499,000 نفر زندگی می‌کنند. از اینها 3.1 میلیون
میلیون نفر در شهر، 7.4 میلیون نفر باشد در دهات هستند. کودکانی تا سن 18 ساله چه طوری گفتیم 4 میلیون و 51 هزار نفر، جوانانی از 14 تا 30 ساله 2 میلیون و 818 هزار نفر، زنها 5 میلیون و 301 هزار نفر و مردان 5 میلیون و 300 هزار نفر می باشند. در سال 2024 253 هزار کودک تولد شده است. افزایش در مقایسه با سال 2023 حدود 4.5% است. اهالی از روی منطقه باشد تا سنه 1 ینوری سال 2024 در شهر دوشنبه 1.2 میلیون، در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 256 هزار نفر، در ولایت ختلون 3.93 میلیون نفر، در ولایت سوخت 3.6 میلیون نفر، در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز باشد 2.14 میلیون نفر زندگی میکنند. از جهت هیئت اتنیکی تاجیکان 86.1%، ازبک ها 11.3%، ترکمن ها 1.9%، قرغیز ها 0.4% و روس ها باشند 0.3% می باشند. زبان دولتی تاجیکی می باشد. زبان معاشرتی بین ملت ها روسی، همچنین زبان های دیگر نیز استفاده می شوند به مثل زبان یغنوبی و زبان های پامیری از جمله شغنانی، روشانی و خانی و غیره، ازبکی، ترکمنی و قرغیزی. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهیم. خیر، شاد و پیروز باشید.